امروز اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با استفاده از حقوق کنستیتوسیونی خود در اساس پرینسیپ انسان دوستی و با مناسبت 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان لایحه قانون جمهوری تاجیکستان درباره عفو را با بررسی مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان پیشنهاد کردند. با مقصد قبول قانون مذکور با فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان اجلاس غیرنوبتی مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان روز 6 سپتامبر سال 2021 دعوت کرده شد. قانون عفو نسبت به دایره وسیع محکوم شدگان و شخصانی که پرونده آنها تحت تحقیق، تفتیشات پیشکی و در بررسی سودی قرار دارند تطبیق می‌گردد. لایحه قانون شخصان زیرین را از جوابگری جنایتی و ادای جزا پورا آزاد می‌کند. شخصانی که از بی احتیاطی جنایت صادر کردند نسبت آنها اجرای حکم موقوف گذاشته شده است. جزا نسبت آنها شرطاً تطبیق کرده نشده است. جزا را در کلونیاهای اصلاحی سکونت ادا می‌کنند. شرطاً پیش از مهلت از ادای جزا آزاد شدند. با جزای دیگری به محروم ساختن از آزادی علاقه‌مند نبوده محکوم شدند. برای جنایت‌های خصوصیت اقتصادی داشتن محکوم شدند و ضرر مادی رسانیده شده را پورا تلافی کردند. در لایحه قانون نسبت به زنها نابالغان، شخصان سنشان از 55 بالا، معیوبان، بیماران درجه وزنین، شخصان دارای مکافات‌های دولتی، اشتراکچیان جنگ و شخصان با آنها برابر کرده شده و شهروندان خارجی برتری داده شده است. آنها از جوابگری جنایتی و ادای جزا آزاد کرده می شوند اگر جنایت صادر کردهشان و جنایت‌هایی که نسبت به آنها در قانون درباره عفو محدودیت‌ها پیش بینی شده است منسوب نباشد. طبق معلومات پیشکی قانون نسبت 16000 نفر تطبیق می‌گردد و از این مقدار 10700 نفر از جوابگری جنایتی و ادای باقی مانده جزا آزاد می‌گردند. از جمله 800 نفر گمانبر شوندگان و عیبدار شوندگان، 350 نفر سود شوندگان، قریب 3000 نفر محکوم شدگان از مؤسسه‌های اصلاحی، 1900 نفر محکوم شدگان از کلونیاهای اصلاحی سکونت و 4650 نفر محکوم شدگان از ناظرات کارهای اصلاحی آزاد کرده می شوند. مهلت جزای 5300 نفر محکوم شدگان کم کرده می شود. عفو نسبت شخصانی که جنایت‌های مخصوصاً وزنین را به حالت‌های وزنین کننده صادر نمودند، اینچنین آنهایی که قبلا در اساس قانون جمهوری تاجیکستان درباره عفو از 25 اکتبر سال 2019 از جوابگری جنایتی یا ادای باقی مانده جزا آزاد شده بودند و باز جنایتی قصدانه صادر کردند تطبیق نمی‌گردد. قانون مذکور از جانب مقامات تطبیق کننده آن باید در مهلت 2 ماه اجرا کرده شود. سود عالی جمهوری تاجیکستان، پروکورور گنرالی جمهوری تاجیکستان، وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان، وزارت عدلیه جمهوری تاجیکستان، کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان، اگنتی نظارت دولتی مولوی و مبارزه با کروپسیون جمهوری تاجیکستان، اگنتی نظارت مواد نشه‌آور نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت مختار کوهستان بدخشان، ولایت‌ها، شهر دوشنبه و شهر و ناحیه‌های تابع جمهوری وظیفه‌دار گردیدند که بعد 2 ماه مورد عمل قرار گرفتن قانون مذکور در خصوص اجرای آن به پرزیدنت جمهوری تاجیکستان حسابات پیشنهاد نمایند. قانون بعد از قبول آن از جانب مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان و امضای پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در مطبوعات نشر می‌گردد. فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان درباره دعوت نمودن اجلاس غیرنوبتی مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان دعوت ششم مطابق ماده 52 کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان فرمان می‌دهم. اجلاس غیرنوبتی مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان دعوت ششم سپتامبر سال 2021 ساعت 10 در شهر دوشنبه دعوت کرده شود. با بررسی اجلاس غیرنوبتی مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان دعوت ششم لایحه قانون جمهوری تاجیکستان درباره عفو پیشنهاد کرده شود. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان شهر دوشنبه 3 آگوست سال 2021. وزیر کارهای خارجی جمهوری فدراتیو آلمان هایکو یوزف ماس با سفر کاری به تاجیکستان تشریف آورد. در فرودگاه بین‌المللی دوشنبه وزیر کارهای خارجی آلمان را معاون وزیر کارهای خارجی جمهوری تاجیکستان و دیگر شخصان رسمی استقبال نمودند. مناسبت‌های دیپلماتی میان تاجیکستان و آلمان سال 1992 برقرار شده. دو دولت دوست همکاری‌های سودمند و ثمره‌بخش در ساحه‌های اقتصاد و تجارت، رابطه‌های بین پارلمانی، علم و فرهنگ و دیگر بخش‌های افزایش‌ناک را در اساس شرطنامه‌های دوجانبه و بسیارجانبه رشد و گسترش می‌بخشند.
امروز اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و وزیر فدرالی کارهای خارجی آلمان هایکو ماس را به حضور پذیرفتند. ضمن ملاقات جانب‌ها همکاری‌های دوجانبه تاجیکستان و جمهوری فدراتیو آلمان موضوع‌های مبرم روزنامه منطقوی و بین‌المللی را مطرح نمودند. وضع پرپیچ‌وتاب و تشویش‌آور افغانستان محور گفتگو بین جانب‌ها بود. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان بار دیگر راجع به وضع مرکب در افغانستان و تاثیر آن به منطقه آسیای مرکزی اظهار تشویش کردند. نظر کشور ما را به حالت کنونی و پیامدهای آن ارائه نمودند. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان ذکر کردند که یکی از عامل‌های به اعتدال آمدن وضع در افغانستان این تأسیس حکومت فراگیر با اشتراک نمایندگان تمام گروه‌های اتنیکی میباشد. سرور کشور با تکیه به نقش سازمان ملل متحد تاکید کردند که تحت سرپرستی این سازمان و اشتراک فعال جامعه جهانی با تشکل حکومت فراگیر در افغانستان تدبیرهای لازم اندیشیده شوند. به اندیشه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در این حالت نهایت مشکل کشورهای قدرتمند باید بی‌طرفی را پیشه نکنند و برای استقرار وضع در همسایه کشور کوشش به خرج دهند. در عکس حال افغانستان میتواند به جنگ شهروندی طولانی کشیده شود. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان دعوت کردند که با در نظر داشت بحران اقتصادی و اجتماعی به مردم افغانستان مساعدت همه طرفه مقصدناک رسانیده شود. همزمان به رسانیدن کمک در تحکیم و حمایت مرز میان جمهوری تاجیکستان و افغانستان از جانب جمهوری فدراتیو آلمان و جامعه بین‌المللی توجه ظاهر کرده شد. جانب‌ها از احتمال مبادل گردیدن افغانستان به پایگاه تروریستان بین‌المللی اظهار نگرانی کرده آمادگی خویش را برای مبارزه با تروریسم، افراطگرایی و جنایتکاری فراملی اظهار داشتند. وزیر فدرالی کارهای خارجی آلمان در معتدل نمودن وضع توسط گفت و شنودها و تأسیس حکومت فراگیر مساعدت نمودن را ابراز نمود. ادامه اخبار. در ناحیه زهرآباد به استقبال جشن 30 سالگی استقلال دولتی بنیاد و نوسازی 390 انشاءات به انجام رسیده است. در نتیجه سطح کار و خدمترسانی به مراتب بلند گردیده، ده نفر صاحب جای کار گردیدند. گزارش همکارمان مزبوب بابوزاده است، ناحیه زفرآباد. بر علاوه نقش چهاربینی به استقبال جشن مکرم عمومی ملی 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان ترتیب داده مقامات محلی حاکمیت دولتی ناحیه زفرآباد، امروز کارهای آبادانی و سازندگی در این گوشه تاجیکستان خورشیدی ادامه عبرت بخش دارد. صاحبکار موفق ناحیه راهبر کل جمعیت سهامی کشاده دسته سیار مکانیکانده رقم 19 ناحیه زفرآباد عبدالصمد نورمحمدov در جای پرتوگاه آباد جماعت دهات به نام عبدالرحمن جامی ناحیه، مکانی که سهامداران خواجگی‌های پختکار با سرسانی‌ها نمی‌دانستند محصولی با عرق جبین پرورده خویش را به کجا سپارند، به بنیاد کارخانه کارکرد پخته، روغن رستنی و استحصال نخ پخته مشغول است. تا امروز علاقه کارهای بنیادی وزن چین‌کنی، ترازوی باربرکش، بناهای قبول پخته، خطای آب نوشاکی، ضد سوختار و پرتوگاه، تشناب و جای شستشوی اینفراستراکچورهای علاوه‌ای به انجام رسیده. وصل نصب تجهیزات ادامه دارد. کارخانه کارکرد پخته برای قبول 10,000 تن محصولات با مبلغ زیاد از 1.5 میلیون سومانی در میدان 3 هکتار همروزه با جلب 30 نفر کارگران و متخصصان جمعیت سهام کشاده دسته سیار مکانیکانده رقم 19 بنیاد یافته ایستاده است. صاحبکار موفق عبدالصمد نورمحمدov کوشش دارد که کارخانه را در سال جشن بزرگ مکرم عمومی ملی 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان مورد استفاده قرار داده و سرسانی‌های سهامداران خواجگی‌های پختکار خاتمه بخشد. سهامداران زیاد از 500 خواجگی دهقانی عائلوی انفرادی پختکار جماعت دهاتی به نام عبدالرحمن جامی علاقه این دستگیری صاحبکار را حس کرده هنگام نرم‌کنی زیر نهالان پخته و داروپاشی بر ضد حشرات ضرررسان و کیمیک‌ریزه از این تراکتورها به طور وسیع استفاده کرده ایستادند. دستور سپارش‌های جناب عالی خدمت صاحبکارها بسیار رای دادن. ما همین ادامه کرده من جماعتی جامعه به زواد پخته نبود. یک نیت کردیم که همینجا به یک زواد پخته کنیم، دهقانا با نزدیک شود، سبک شود، دهقانا و همین سرمایه گذاری کرده. من حاضر من هم سرمایه گذاری کرده هم بنا زواد ساخته هستیم. من 30 سالگی استقلالیت جمهوری تاجیکستان با همینجا به پخته قبولش قبول میکنم. مورد تاکید است که محض فعل استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان ناحیه زفرآباد ولایت سوق رشد و نمو کرده و یکی از گوشه‌های آباد کشور خورشیدیمان تبدیل یافته ایستاده است. به استقبال جشن قریب الوقوع 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان امروز به منفرش‌کنی راه کلان اهمیت بین‌المللی داشته زفرآباد بیگاباد تا سرحد جمهوری ازبکستان از کیلومتر 19 تا 24 آغاز رسمی بخشیده شد. درازی راه 5 کیلومتر و پهنایش 7 متر بوده. با 3,700,000 سومانی مبلغ اداره ساختمان اساسی مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوق منفرش با صفت می‌گردد.